وزارت کارهای داخلی جمهوری مردوی روسیه روز ششم ایون خبر داد که یک ساکن شهر مسکو به آن عیبدار می شود که 4 مهاجر تاجیک را در خانه‌اش قلبکی ثبت نام کرده است. بنا به اطلاع این نهاد، شعبه پلیس کراسنوسلابودسک به ضد ساکن 44 ساله شهر مسکو بر اساس ماده 322 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی و یا افراد بدون شهروندی در محله زیست در خانه استقامتی در فدراسیون روسیه پرونده جنایتی گشوده است. بنا به گفت تفتیشات معین کرده شده است که گمانبر شونده ماه می سال 2020 4 شهروند جمهوری تاجیکستان سالهای تولدشان 1985 1964 1984 و 2001 را در خانه‌اش در دهه سرگی ناحیه کراسنوسلابودسک ثبت نام کرده است، ولی در عمل این 4 مهاجر تاجیک در این سراغ زندگی نمی کردند. طبق قانون مهاجرت روسیه شهروندان خارجی باید در همان سراغی که ثبت نام شدند زندگی کنند. به ساکن مسکو اکنون بر اساس ماده 322 قسم 2 برای ثبت نام قلبکی 4 مهاجر تاجیک همچون جزا جریمه به مبلغ از 10,000 تا 500,000 روبل و یا کارهای اصلاحی به مهلت تا 3 سال و یا حتی تا 3 سال حکم زندان تهدید می کند.